میرفت یه پسر جوونی نوجوونی نشناختش شروع کرد مسخره کردن. حالا مثلا لابد مثلا پیرهنی عمامه ای جوری داشته که مایه مسخره اون پسر قرار گرفت. یه خود مسخرهش کرد، خندید اینها و او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد رفت، یه نفری به این پسره گفت فهمیدی این کی بود تو مسخرهش کردی؟ گفت نه. این مالک اشتره. پسر ترسید که حالا این مالک اشتر من اینجور باش برخورد کردم با من یا با خانواده من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار کنم؟ گفت برو عذرخواهی کن ازش. پسر دنبال این راه افتاد، مالک اشتر رفت تو مسجد مشغول نماز شد. این صبر کرد، نمازش که تمام شد رفت جلو، گفتش که آقا ببخشید من شما رو نشناختم، بی احترامی کردم، شما از من بگذارید. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد این 2 رکعت نماز رو خوندم برای اینکه دعا کنم برای تو، دعات کنم. بالاخره احتیاج به دعا داره کسی که جوونی که یه چنین کار بیادبانی میکنه باید دعاش کرد. آمدم به دعا کنم.